میگذرم چون از جهان یادم کنید. در کجایی گفته فریادم کنید. بعد مردن تا نگردم بی نشان، ذکر خیر دوستان شادم کنید. گر خطایی رفت از من منظرت، آن خطا بخشید و آزادم کنید. عزیزان من، چه خیلی که پیش گفته بودیم، این مال و ثروت دنیا امروز است، فردا نیست. و از ما و شما فقط در این دنیا عملی صالح و اینکه نام نیک و نام بد میماند. پس به حرمت الله سبحانه و تعالی از دلازاری کردن، از برای سوم دنیا یکدیگر را پس زدن و یکدیگر را هر خیل مسخره کردن احتیاط کنیم، چون که هم به ما و شما چشمده مرگیم و در پیشگوی الله سبحانه و تعالی جواب میدهیم. السلام علیکم و رحمت الله.